با مقصد در عمل تطبیق نمودن سیاست سازنده راهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان در دهه‌های زیارتود 1 و 2 جماعت دهاتی نوآباد شهر تورسنزاده اسفالتپوش نمودن 3 کیلومتر راه نقلیاتگرد آغاز گردید. در جریان این اقدام تمام ساکنان ده فعالانه اشتراک نموده جهت آباد و زیبا گردیدن یک گوشه دیار خویش حصه‌گذاری نمودند. مورد به ذکر است که منفرش کردن راه دهات با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و ساکنان محلی راه اندازی کرده شده است. امروز در اساس نقشه و چورابینی جماعت دهات نوآباد در دهه زیارتود منفرش کردن راه آغاز گردید. موافق نقشه جماعت در سال 2024 8.5 کیلومتر راه باید اسفالتپوش کرده شود تا دهه زیارتود 3 کیلومتر راه اسفالت می شود. در آینده نیز اسفالتپوش کردن راه ادامه می یابد. باید خواهد کرد که در شهر تورسنزاده بنیاد انشاءات گوناگون اجتماعی و خدمت رسانی، تعمیر و برقرارسازی راه‌های نقلیاتگرد، نصب سیمچوب‌های نو و دیگر کارهای سازنده به حکم عنعنه درآمده است. امروزها مشاهده می‌گردد که در تمام گوشه و کنار شهر کارهای سازنده وسعت تازه می‌گیرد. در این برابر اهالی نیز جهت عملی شوی چنین عمل‌های نیک و شایسته دست جمعانه کمر همت بسته امروزها کوشش نموده ایستادند تا که محل زیست خویش را آباد نمایند. محله من خدا باش که شکر اما اسفالت سر کردیم، همه خرسنده آباد شده است. 1.5 کیلومتر نصف اسفالت میشه. ما اهالی دهه زیارتود جماعت دهات نوآباد در شهر تورسنزاده تصمیم گرفتیم که در دهه زیارتود با دستگیری اهالی 3 کیلومتر راه را برای منفرج نمودن ما تیاری دیم. اینا روز همه ما شما شاهد هستیم که با دستگیری اهالی دهه زیارتود منفرج نمودن 3 کیلومتر اسفالت آغاز کردیم. در آینده نقشه داریم که با دستگیری اهالی همین مردم یک مکتب زمانوی ساختن در نقشه داریم. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورسنزاده و اهالی دهات نوآباد در آینده مقصد دارند که در دیگر دهه‌ها نیز راه‌های نقلیاتگرد را پوره اسفالتپوش نمایند.